سلام و خسته نباشید به همراهان پیج جوجه طلایی. اومدم یه توضیح مفید و مختصر در مورد دستگاه جوجه کشی و تخم گذاری توش و مراحل روند جوجه کشی از دستگاه جوجه کشی تو مرحله اول تخم گذاشته میشه. برای تخم مرغ تایمش فرق میکنه برای تخم غاز. حالا تو ویدیوهای بعدی بیشتر توضیح میدم در مورد اینکه مراحل تخم گذاری، روند تخم گذاری، هر تخمی چند مدت باید بمونه تو دستگاه. اونا حالا تو ویدیوهای بعدی براتون بیشتر توضیح میدم. الان فقط دارم برای من حسب این که مثلا نطفه سنجی دستگاه جوجه کشی و که تخمو میخوام بذاریم توش چیه. برای همه فرآیند تخم ها باید نطفه سنجی شه اول. نطفه سنجی هم بعد 6 روز طول میکشه. این که من توی ویدیو کم سریعتر صحبت میکنم که ویدیو خسته کننده نباشه براتون. حالا با ویدیوهای بعدی بیشتر توضیح میدم. این مراحل اولش اینه که شما تخم میذاری تو دستگاه، بعد 6 روز میای نطفه سنجی میکنی با یه نور گوشی، با یه نور لامپی یا حالا هر چیزی که مد نظرتون باشه که نور داشته باشه. حالا نور دیگه، نور حالا نمیدونم چه نوری شما دوست داری بذار زیر تخم. و اون چیزایی که توی تخم الان شما ملاحظه میکنین و دوست دارم توی کامنت ها برام توضیح بدین چیه. بقیه داستان رو میسپارم به همراهان پیج جوجه طلایی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.